دوستان، برای بحث قطب‌بندی و تصحیح خط سیگنال آنتن، ببین تا این کارو نکنید اصلا هر آنتنی که درست کنید کلا ببین یه بار میزنید 10 بار نمیزنید، یه بار میزنید 2 بار میزنید 100 بار نمیزنید. نهایت امرش تا اینا درستش نکنید. ببین شما هر آنتنی میخواین درست کنید، من بعد سال دیدم گفتم ما تصحیح سیگنال کردیم. این من وصل ظلم دیگه نداشتم، مجبور شدم این فیلم مصنوعی بگیرم. چند وقت هم هست هم مریضم هم دستم بنده یه کاری هست، واقعا نرسیدم که این فیلم از شما بگیرم. مجبور شدم 2 تا قلم جوش که داخل انبار داشتم بیارم واسه اون اوکیش کنم. الانم میخوام برم جایی یا بعد سایه آموزش هم دارم میاد، باید برم دنبالشون و این فیلم ها دارم سری میفرستم براتون که عین همین تصحیح سیگنال کنید. ببین من بعد میگم قطب بندی کرد تمام آنتناشون رو میبینم آنتن آقا سالمه، هیچ آنتن دو تیکه نیست، مگه میشه؟ ببین اصلا شما یه کار بیان میکنید، مثلا من میخوام این آنتنا یه میله بوده، فرض کن این یه میله بوده، من خمش کردم درسته، میام خمش میکنم، مثلا میخوام یه آنتن درست کنم درست درمون، آقا یا میله آهن یا میله برنج یا میله امسی، کلا آنتن یا آنتن ما میخوام تنظیم کنیم و قطبیت اصلی رو بشناسیم. حالا اینجا باید چیکار کنیم؟ ببین همون نمکی که گفتم باید داشته باشین، باتری که گفتم داشته باشین، سیم مثبت منفی هم که گفتم داشته باشین. یه سیم از مثبت باتری اول وصل میکنید به دسته آنتن و یه تیکه سفال مثلا اندازه این باشه، 2 تیکش کنید، تیکش واسه تو دسته یا آنتن بگیرید، یه تیکش هم تو نمک میذارید به فاصله 4 متری رو مثلا تو محیط، توی محیط باشه که آقا چیزهای دیگه هم بدونین آلودگی هست، مثلا آهن هست فلان هست. ببین حتما باید چی باشه؟ سفال باشه، سفال جلسل سالن من فخار. این چون بدن ما از سفاله در اصل باید سفال باشه، باید سفال باشه، با طلا و چیز دیگه نمیتونی. حالا ما اینجا اومدیم به جای سفال نه فیلم مصنوعی 2 تا دونه قندا فرض کنیم سفاله، اوکی میام چیکار میکنیم؟ این میله را ما میام اینجا از 12 سانتی الی 7 سانتی دست کردم اینجا جداش میکنیم. فرض کن آقا این 12 سانتی من اینجا رو جدا کردم، 2 تیکش کردم درسته. میام چیکار میکنم؟ میام اینا مثلا میخوام یه آنتن 50 سانتی درست کنم، اوکی میام چیکار میکنم؟ میام اینا میبندمش اینجا. حالا ببین اینجا ببندید، من یه طوری بسازین که همون قدش 50 سانت بشه. اینا یکم حالا مثلا آنتن بلندتر بگیرید، چه یه رابط وصل کنین اینجا و اینجا ببندید، چه اینا بذارین اینجا 2 سانت 3 سانت رو هم و اینجا ببندید. میان اول یه سر آنتن این میله را یه سرش نشون میذارید، مثلا این سر من الان نشون میذارید درسته، این سر میبندیم با چسب میبندیمش، اوکی میبندیمش. حالا سیم باتری فاصله دون تا باتری 1 متر 1 متر و نیم، نهایت 2 متر بیشتر نباشید آقا، 1 متر باشید. سیم منفی بکنین یه چاله بکنین 10 15 سانت 20 سانت، سیم منفی ها بکنین چاله کم خاک بزین، یکم بکن یه چاله یکم خاک بزین روشو سفتش کنین، سر سیم منفی داخل زمین باشه. حالا سیم مثبت فرض کنید آقا این سیم، حالا سیم شارژ این سیم مثبت، بیان ببندش به دسته یا آنتن دون، لختش کنید بند دسته یا آنتن دون و یه تیکه سفاله بگیرید دسته دون. ببین پس اینجا مهم شد، اینا شما نمیدونید حتما آنتن 2 تیکه کنید. حالا بذارید من اینا ببندمش تا بقیه فیلم بدون بگم. ببخشید فیلم قطع شد. حالا اگر که هم راستا شد، ببین این فاصله 4 متری گفتم، حداقل 4 متر، حد اکثر هم 4 متر، دقیق تو 4 متری بزنید از جایی که آنتن میزنید رو ایستاده آنتن میزنید. این فیلم مصنوعی. حالا اگه هم راستا شد که بدون این سیم ما اون سرش به قطب مثبت باتری وصل بود و قطب بدن ما مثبته،
حالا این حالا میام چیکار میکنیم؟ حتما این دست چپمون هم باید مثبت باشه. دست چپمون هم خودکار تنظیمه. بعضی افراد هستن که دست چپشون تنظیم نیست. من میگم تو 1000 تا 1 نفر همچه چیزی نمیشه. حالا اگر تنظیم نبود و باز هم جهت نشد چیکار کنه؟ اینا گفتم سر تا کردیم باز هم جهت نشد، میگم سر سیم چه به قطب مثبت با چه بسیم اون سر سیم منباره مثلا این سرشه به قطب اینو وصل میکنیم به سیم به قطب منفی و سر سیم مثبت ها میکنیمش تو خاک به جای سیم منفی و سیم منفی رو میبندیم. حالا فهمیدیم که بدن ما منفیه. حالا باز همون پروسه را چیکار میکنیم؟ طی میکنیم تا این آنتنمون هم راستا بشه. یعنی اگر هم راستا نشد اینا بازش میکنیم و بالعکس میکنیم. میخوام یه چیزی بدون بگم، در هر صورت شما آنتنتون دو تیکه میشه. شما آنتنی که تنظیم میکنید دو تیکه میشه. تو 100 نفر نمیشه بود، تو 1000 نفر شاید 1 نفر یه آنتن یه تیکه اتفاقی بهش ثواب بده. در هر صورت آنتن شما دو تیکه میشه. حالا بعد میتونید چیکار کنید؟ میتونید بیان از این رابطه بذارید، میتونید بیان یه رابطه پلاستیکی درست کنید اینا فشار بدید. حالا نمونه آنتنش رو میفرستم واسهتون. میتونید بذارید مثل من چسبش کنید دیگه. ببین این دیگه مهم نیست. ما قطبیت تنظیم خط سیگنالمون مهم بود. حالا شما این دست هر دست اندازه که میخواید تنظیم کنید، این قدم هر اندازه که میخواید تنظیم کنید، آنتن هم از هر جنسی میخواد باشه. ما کلا بحث کلی آنتن ها رو گفتیم. پس در هر صورت ما آنتن اول میتینیم، این سیما خم که کردیم میتینیم، دو تیکش میکنیم و بعد شروع میکنیم به تنظیم قطبیت آنتن. به هیچ عنوان آنتن دست نمیگیریم تنظیم کنیم، به هیچ عنوان تنظیم نمیشه آقا، نمیشه، نکنید، نمیشه. این چیزی بود که من نگفته بودم و الان دارم میگم. حالا قبلش بیان تنظیم قطبیت عقاب انجام بدید. مثلا اینا من دو تیکش کردم، اوکی، یا آقا یه مثلا همین که افتاد حالا تو مثلا همه صبح حالا میگیرم دستم یا حالا اول مثلا میبینم آقا این هم راستا با این نمیشه. اگه هم راستا نشد قبل اینکه اینا دو تیکش کنم، قبل اینکه دست رو الان خم کنم ولی دو تیکش هنو نکردم. حالا اگه خم نشد من چیکار کنم؟ یا این خم رو صافش میکنم، از این طرف خمش میکنم، این حتما هم راستا میشه. ولی این ذهن روش اثر داره. شما این کار اول بکنید، باز این کار دوم رو محکم تر کردید. این کار اول بکنید و بعد بیان قطبیت آنتن رو تنظیم کنید. پس در هر صورت آنتن ما دو تیکه می شود. دو تیکه میخواد مسی باشه، میخواد آهنی باشه، میخواد آلومینیوم باشه، میخواد کروم باشه، از هم میخواد برنزی باشه، هر چی میخواد باشه. حالا زمانی که حتما با دست چپتون هم تست کنید، اینه که با دست راست تست کردید همین آنتنه با دست چپتون هم تست کنید. حتما ببین همسوکه شد، خودتون میفهمید که جفت دست دادون قطبیتش یکیه. من یه زمانی گفتم مثبت منفی منفی مثبت، دوره گفتم منفی مثبت مثبت منفی. این حرفا رو من زدم ولی هیچ اشاره‌ای بهش نکردم. این میشه مثبت منفی منفی دو تا تیکه، یعنی این سر میشه منفی. حالا فرض کنید اینا ما دو مثلا رابط داریم، یعنی این سر فرض کنید این قدش از اینجاست تا اینجا دو تیکه، پس این شد مثبت، این سر شد منفی، دوره این شد منفی، این سر میشه مثبت. یا باید این باشه این ادله باشه، یا باید منفی مثبت مثبت منفی. آنتن باید این باشه. در هر صورت این نباشه شما بعد و اول ردیابی اصلا آنتن دون میره صاف رو حاله، اصلا خود هدف ها نمیبینه، به هیچ عنوان خود هدف ها
نمیبینه، اصلا اشاره هدف نمیکنه، فقط در این گول میخورید. پس پایه و رکن اساس ردیابی شد چی؟ تنظیم و اصلاح خط انرژی آنتن. اوکی دیگه، فکر نکنم جای سوالی گذاشته باشم براتون. کامل تیم دو سه تا تیکه فیلم الان براتون گفتم. میخواستم یه فیلم واقعی بدم، واقعیتش هم دست تنها بودم، هم باتری کنارم نبود، هم جایی که میخواستم برم شب باید میرفتم و یه نفر دیگه هم باید با هم بود و نمیشد، وقتش هم نشد چون روز نمیشد که بخوام بیام آنتن دستم بگیرم و این کار رو انجام بدم. خلاصه که شهرمنده عضو میخوام. پس شما اولین کاری که میکنید این کار رو میکنید و بعد میریم سر آموزش. حالا همون آموزش هایی که من دادم قبلا بهتون کاری نداریم، اون شکل موضوعی که بدون دادم ولی احمد کرمه بین من اول کار دادم که طرف همو بشناسم. نمیگم آقا به درد نمیخوره، من با خود همون قبل زدم، خودم شخصا. بچه‌ای هستن که همینجا ساز باز کردن، تو همین گروه خودمون ساز باز کردن با همونو. ولی این چیزی که الان میخوام بگم و در آنتنی که الان میخوام بهتون بدم، حالا هر که هر چیزی میخواد بگه. ببینید ناشی ها و کسایی که اصلا رادیو کار نبودن فلزه با ارزش زدن، چه سطح منظورم 30-40 سانت 50 سانت، چه قبری 1.5 متر تا 2 متر و چه عمقی بالای 2 متر زدن و خواهم زد و میزنند. این از من به یادگار میموند. موفق باشید. من این فیلم کاملش کنم تا باش ننداختم. حالا کسایی که بخوام دست اضافه کنم، حالا مثلا ببین این دست مثلا آلمان، حالا اینجا بزرگ بود این لوله یکم، این فرض کن دسته من این سرش نشون گذاشتم، میام مثلا این یه سری دسته رو نشون میذاریم. خب میبینیم باز هم جهت میشه مثلا یا نه، مثلا هم جهت و اون نمک و حلفمون میشه یا نه. حالا اگه هم جهت شد که نشون میذاره این دست رو همیشه به این صورت بزنید نشون باشه که مثلا یه وقت سر تا اینطوری جا نزنید. متوجه هستید؟ حالا این مثلا اینطوری نزنیدش، نشون بذارید. اگر همسو نشد این، اگر همسو نشد باید مثلا اینطوری چی، اگر همسو نشد یا درش بیارید علامت بذارید که بتونید بفهمید، چیز نشید گمش نکنید و دست را از این سمت بزنید هم جهت میشه و این هم شد مال دسته. پس حواستون به دست هم باشید. هر دسته ای که میخواین انتخاب کنید، حتی دسته پلاستیک، ببین تو بحث ما پلاستیک هم جوابه. شما باید یه شونه پلاستیکی بکش به دسته، یه لوله پلاستیکی ها بگیر رو مواد، ببین نیرو داره. این نیست که بگم آقا چون رسانه های الکترونیکی نیست، الکتریکی مثلا ولتاژ نیست، به قوله معروف دیگه منحله. نه، برای چی بهتون گفتم تو بخش القای ذهن گفتم شما بیان چیکار کنید، تو گروه هم فرستادم، بیا از 0.5 سانت مونده به این خواهم تا 0.5 سانت به ته اینا یه لایه چسبش کنید. دستتون هم پلاستیکی هم حتی خواستیم میگیرید دوباره رو خود پلاستیک هم حتی یه لایه چسب بزنید، یه لایه 2 لایه چسب بزنید و یعنی این چسب باشد، این هم روش چسب باشد. حتی دست پلاستیکی باشه که یه لوله پلاستیکی تازه بیاد بکنید تو فلزی، یه لوله پلاستیکی یا یه چیز تقریبا دو تا لایه پلاستیک باشه جدا از هم و دو جنس تا جواب باشه. یه لوله پلاستیک میکشین توی یه شلنگ، بعد رو شلنگ دور عایق میکنید تا این القای ذهن تقریبا چند درصد کم بشه. ببین چند درصد، نه کامل.
و سلام. اینم گفتم بهتون بگم که برای دستم جیزا گم نشید. حالا میگین آرما ما میخوام با دست تنظیم کنیم چی کار کنیم، پس با دستم حواستون به این سر و این سر دسته باشه.